باز هم خوبتر و بهتر صورت میگیرند به هر دو دسته، هم به دسته سردار و هم به دسته پرواز که موسم بازی را شروع میکنند از مرکز میدان و فوتبالبازان دسته سردار. بالا ضربه امامعلی احمدخان، یک پرتاب خیلی بلند به جریمه‌گاه دسته سردار و بسیار موفق هم بود. اینجا امکانیت خوب بود، با هم دیگر بازی میکنند فوتبالبازان دسته سردار. پرتاب ابوبکر سلیمانوف اما چیکار میکنه در این وضعیت؟ حمله‌گری دسته سردار بیاد متوجه میشویم. خیلی فرصت خوب بود. اوزاخف پرتاب جریمه‌گاه، فرصت برای تیم سردار ولی احمد جان شویف ارسال تو به کنار راست بهرام عظیمов. حالا پس به شاهین عباسیان، فرصت برای بازیگران سردار، ضربه را منتظر و گل دوستان عزیز. دقیقه 31 رقابت صورت گرفت وقتی بهرام عظیمov توپ را به شاهین عباسیان ارسال کرد. اونجا خطا کرد محافظتگری پرواز و امکانیت بسیار خوب برای تیم سردار. باز هم با توپ نکروزیدیف، پرتاب جریمه‌گاه، ضربه گل. دقیقه 41 رقابت میشوند. هر دو حمله دسته سردار هم با لحظه های خیلی خوب، با حمله های خیلی خوب و پاس های دقیق انجام بازی میکرد. حالا اکسل حمله دسته سردار رو میبینیم، ارسال توپ اوزاخف و تو بالاتر از دروازه دلیر براتف. حالا بیا توجه میکنیم، پرتاب از کناری میدان شاهین عباسیان، ضربه را انتظاریم. نوربایف، فایزف، ادامه بازی و حمله فوتبالبازان دسته پرواز. بیا توجه میکنیم، پس را انتظاریم اما ضربه میزند به کناری راست. بیا توجه میکنیم به این اکشن حمله فوتبالبازان سردار. این موقعیت بسیار خوب، دروازه‌بان. بیا توجه میکنیم ابراهیم زاکیروف، ضربه او و گل. حساب 3-0. چگونه از جهت استفاده بردن لحظه های گلزنی خوب است. ابوبکر سلیمانوف حمله را آغاز کرد، پسی گل‌آور به او تعلق دارد. دو پس ادامه حمله بازیگران سردار، بسیار پس های دقیق. یکی از موفقیت دسته سردار هم همین است که با همدیگر پس های دقیق انجام میدهند. دلیر بر و صدای اشتراکی داور تماشاگران عزیز از فرجام بازی دور دوم چمپیونات تاجیکستان با این دسته های لیگ عالی درک میدهد. پیروز باشید. خیر.